این خاطر این ماشینای کنی خودم سری تو فروخت. افغانستان قرضدار و زیر مورد احسان خودم قرار داد و پس سرمایه‌ام خودش میگره. هم بچه تا گمراه کرد، هم دختری تا گمراه کرد، هم زنی تا گمراه کرد، هم تو را گمراه کرد. توم در تلاش عزیزی زنه چی کنم؟ پخپلوگک ایره من دیگه چی کنم؟ میرم پشتی خوب میگردم. زنم اینم اینطور پشتی خوب میگردم. جنگ در بین خانه وار است. اونجا که مشاهده میکنه که ناز و نزاکت است و کی گپاسته، ایسا ما چطور زندگی را اختیار کردیم؟ بریم دیگه هر کس، زنم در تلاش همونطور زندگی است، مردم در تلاش همون زندگی است. به این خاطری کار کرد. در یک جای کدام برنامه زراعتی ما داریم، افغانستان آبی زیاد داره، باید اول لمبر جایی که نهر است و پاک میشد، نهرهای جدید اختراع میشد. از شما سوال دارم، افغانستان در وقتی که هیچ چیز نداشت صاحب چندین فابریکه بود، سمنت مکمل در اینجا تولید میشد، ضرورت به مملکت همسایه نداشتیم. رخت تولید میشد، ضرورت به مملکت همسایه نداشتیم. مواد خوراکی ما در بیرون میرفت، برنج افغانستان نام داره، امریکا را چی میشد؟ صادر میشد. حالی کدام چی است؟ مواد خوراکی تان اردای کونی 20 ساله گدام نظامی پاکستان در موتومی امرای کرما. یک نهری ما جور نشده، جوی ما پاک نشده. درختای میوه که افغانستان داشت یک مملکت نداشت، کلش مواجه شد به خوشسالی و از بین رفت. چرا؟ هر دره ما یک بند قرقره یا خب اعمار کنن نه؟ همین کل کابل آب میده و نه؟ ضرورت نیست که قدر شما ماشینای برق چی او بازکار شما این چه قدر مصرف میکنه چا میزنه. ذخیره کنه از طرف زمستان مکمل، در جای یک بند 2 بند بسازه، بعد از او به کل کابل آب بده که در خانه هر کس میوه درخت بود یا نه در کابل یا نبود. یک دشت شمالی چقدر است؟ هر دره بری خود. در غربند 2 دره داریم ما. یک دره آنقدر آب زیاد داره که پرسان نکو و بند بسته کردن آنقدر الله 2 طرف کور پایین کرده، بسیار جای تنگیسته و او طرف پشتی سر خیلی جای وسیع داره که بند خیلی قوی ساخته میشه. ما میگم که قدر بند قوی ساخته شده که در جهان نباشه و انشالله اگر او را اعمار میکرد نه تنها کلی دشت شمالی تا کابل هم آب از او برسه، تا اینمی کابل هم بسیار به مصرف کم. اما یا این کارا را نکرده، در یک جای احیای یک چی را کرده، نهر یک بندی برق کرده نکرده. مؤسسه هسته برای چیسته؟ تا یک کاولنگ و دای کندیر هم رفته، مؤسسه قرضه به زنا داده رویسته، زنا را کش کرده در میدان آورده، فقط در گوشش همی را پف میکنه چی دیو زده خود غلام و خود کنیز برای از این جور کردی، معاشی تا از خود کو باز بعد از او جواب بده. در می کابل شما بری بگردی که چند نفر زنش هی کرده از خانش، شما پرسان کنی اگر با 100 نفر در کابل نبود که زنش هی کرده برو من تو را هیچ کار ندارم. اولش یک نفری نمینجا بود، من نمیگم دمی موقع گریان کرد بیچاره پیشی من، گریان کرد، از خانه کشیده شد زنش. این حالت ها آمده، در این حالت رسانده ما را. این همی مردم است که قرآن کریم میگه که در مورد زندگی دنیا که یارا بشینه که پروسه را برات معرفی میکنه، تو میگی افغانستان یک دم گل و گلزار شد، اما هر طرف که میره فساد است. هر طرف که میره چی است بگی؟ فساد. یک وقت میبره در کابل در فلان جای وزیر اکبر خان یک اویلی برای 10 سال تعلیم انجیل شده برای طفلا، حسان باز معلوم میشه، حسان برات ظاهر میشه. قرآن کریم میگه پاره وقت برای ما گفته. اما در بین مسلمانای ما هم چو مردمای وجود داره، هم چو مردما وجود داره که در حقیقت زبانه که میبینی الله اکبر. یک کمونیست در یک مجلس 6 تا بودیم الله اکبر، یک قسم توجیه میکرد که مولوی صاحب الله قسم دلم سری مردم میسوزه. ما گفتم این چقدر خوب آدم است، چقدر دلش سری مردم میسوزه، ولی وقتی که خبر شدم برنامه عملیشه الله اکبر الله نگاه کنه. قرآن کریم امیر گپ میزنه و من الناس بعضی از مردم من کسی است یعجبک که تعجب مندازه قوله سخن از فی الحیات الدنیا
در مورد زندگی دنیا و شهد الله شاهد میگردان الله را علی ما فی قلبی، به او عقیده، به او دلسوزی، به او محبت که در قلبش است. انسان باید نگوید که الله بسیار سخت است، که الله را شاهد بگردانی او در مو حالت شاهدی هم تو نعوذ بالله منافق باش، این بسیار سخت است. چرا نعوذ بالله الله را شاهد میگردانی حالان که تو خلاف داری؟ و هو لد الخصام، آدم خیلی شرپسند جنگرو کس. و اذا تولا، وقتی که بروا یا والی شوا یک وظیفه بگیره سعی تلاش میکنه میدوه فی الارض، در روی زمین، لیفسد فیها، که فساد پیش کنه در روی زمین، و یهلک الحرث، هلاک بسازه کشت و کاره، و النسل، نسل اولاداره. آلیا چه قسم هلاک میسازه کشت و کاره؟ مسئله تجارت آلی در حد نهایت رسیده، دیقانی مردم در صفر است یا نه؟ دیقانا مکمل آلی رو آورده طرف شار. در کابل آلی جای پیدا نمیشه خانه. چرا؟ دیقانا مکمل زمینای خود اعلا کرده. چرا اعلا کرده؟ بگوی حاصلات یک جای نمیگیره، اقتصاد در ضعف رسیده، یا تلاشش نمیسته که زراعت از بین بره. چرا؟ آلی صنعت که پیش میره خود به خود تو محتاج امو مردم است، محتاج استی، پیسه را پیدا کرده بیار بعد از او دوا تسلیم کن. امروز کلی پیسه ما را چین نمیبره؟ از همه چیز ضروریات ما در او محتاج هستیم. خب من میگم که اینجا یک دفعه تو زراعت شروع بکن، باز بعد از او میبینی که پولی تو در کدام قیمت میرسه. تو در اینجا تو پنبه را بکن، تو در اینجا زعفران را بکن، تو در اینجا تو زراعتی تقویت بده، باز بعد از او ببین که حالی نیاز به ممالک داری یا نه، محتاج ممالک هستی یا نیستی. قطعا نه. یا اول برنامه های زراعتی را مکمل از بین میبره، بالکل منظورش حالی نمیسته، تلاش حالی نمیسته. یک. دوم، و نسل از بین میبره، میایه تبلیغاتی منصوبه بندی میکنه، میگه اولاد دو تا بهتر است از اینکه زیاد مشقت و تکلیف است بالای ما، هلاکت نسل یا میکنه. چه رقم میکنه؟ تبلیغات میکنه، میگه اولاد زیاد آدم تربیه نمیکنه، باری دوشی زندگی انسان میشه. الا خیر دیگه سقط جنین بکنه و من چی دوا بخوره، زنا در بدر شده، دواهای غلط میاره بیچاره را اینطور حالت خراب سرش آورده که انواع مریضی دیگه برش پیدا شده، به این خاطر که اولادم نشود. تو نظام الله را نعوذ بالله تغییر و تبدیل میکنی. الله این نظام پیدا کرده، این بشر به می خاطر پیدا کرده، نکاح به خاطر عزیز که تولد و تناسل شود. پیغمبر در روز قیامت سر ما فخر میکنه بالای امتهای دیگه که ما زیاد هستیم، اما این کفار میایه برای تو این منصوبه ها را جور میکنه. دکترها و زن و مرد بیچاره نمیفهمه، از قرآن خبر نداره، انواع ظلم ها و گناه ها را مرتکب میشه. چرا؟ روزمره میره، کدام دکتری که دوا برای بند شدن اولاد میده او هم در گناه شامل است، و کدام زنی که دوا میخوره اولادم منع میکنه این هم در گناه شامل است. خب من برش میگم که ای مادر، ای پدر، اگر مادری تو همینطور دوا میخورد و تو در دنیا نمی آمدی چی میکردی؟ حالی چه حالت بود؟ اگر تو بچه سوم و دختر سوم هستی، اگر از تو که در کلانتر برادر خواهر کلان داری یک و دو تا از تو پیش است و او در سوم دوا میخورد، تو حالی در دنیا دیده میشدی؟ چهارم و پنجم و ششم اولاد خو بگوی دیگه دنیا را هم بچش میسری خود دیده نمیتانست. نکو در نظام الله مقابله نکو، اینطور نکو که خودم گناهگار میکنی در بدرم میشی. اگر تو میگی که تربیه صحیح نمیشه سالم، ما اینطور کسایی را دیدم که یک بچه داره 10 بچه دار والا خوب تربیه داده، یک بچه دار والا تربیه نداده. چرا؟ یک بچه دار والا نازول است، هیچ گپ برش نمیزنه، ریشیش در مجلس میکنه، لنگیش بیران میکنه، چپیلاک کاری میکنه، اما طور قمارباز چی میشه؟ کلان میشه. اما 10 بچه یکی دیگر را دیده یکی با دیگه مسابقه میکنه، او بچه میگه ما اولم را شوم، اون بچه میگه ما اولم را شوم. نیست همینطور است. باید دیره به تجربه معلوم میکنیم. خب این مردم این همی قسم هلاکت میاره. و یهلک الحرث و النسل، زراعت از بین میبره، نسل از بین میبره، که تو مسلمان همیشه محتاج دیگرها باشی. پیسه را پیدا کو، ارزش پیسیت کم، به مردم روان کو، تجاری تام چپیل خور، نفری تام کارگر چپیل خور، در پیش از وا بره و اینطور چیز مواد برد روان کنه که هیچ کیفیت هم نداشته باشه. لیکن کتانی ما شما پیدا میشه که در اینجا تولید میشود؟ راستی تا نبگوید، نه نمیشه پیدا.
کالایی که یک دمه به مجردی که گرمی نشده باشه میسوزانه، یخی نشده باشه بگوی از یخ تبا میشی. اگه آتش در جانی دامد همونجا چی میکنه تا؟ کنجلک میکنه تا. اینطور حالت سرت میایه. این قرآن برای ما وقت گفته این برنامه های کفار است علیه مسلمان ها. والله لا يحب الفساد، الله فساد دوست نداره. پس کسی که فساد میکنه در روی زمین ایرم الله دوست نداره، کافر دوست نداره. خب مسلمانی که قطعی کافر یک جای میشه پروسه و پروژه از او را پیش میبره ایرم الله دوست نداره. پس ای مسلمانی هوشیار تو باید بفهمی که دنیای کفر چه اراده داره. این خود مورد برنامه کفار بود. خود بین مسلمان های امام همینطور مردم ها پیدا میشه. در مجلس تو که میایه برات میگه الله تو را خیر بدم مولوی سه، والا من که میبینم بسیار دلم خوش میشه. خب کار روان است. مردم ما واقعا دین نمیفهمه، توحید نمیفهمه، قبر پرست است، شخصیت پرست است، پیر پرست و مولا پرست است. لیکن اون طرف که میره باز میگه چی میگه؟ والا دیگه گپارا مانده، فقط یک رفل یدین برادر در پیش گرفته. باز غلط هم میگه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یا بد میگه. دمی جمعه یکی از ملاهایتان بسیار گپارا گفته دیگه. این مرکز اینطور معرفی کرده که قریب مردم چی کنه؟ بگه تظاهرات کنه، بخیزه بیا سر این مرکز یک حمله بکنه. این مرکزه. چرا؟ این مرکز چی معرفی کرده؟ چرا معرفی کرده؟ ایو نمو مردم های هستن که در تلاش هستن فساد بکنه. مردم در دورایی پرته، مردم حقایق نگویه، فساد کرده رایسته. یا اینمی کشتو کارم از بین میبره، نسلم از بین میبره، او خودش قرار خواب کرده است غم جان خدا میخوره. و اذا قیل له اتق الله، وقتی که برش گفته میشه که از الله بترس، نکو همی فسادا را ایگه پاره، باز چی میگه؟ اخذت العزت، میگیره برمیانگیزانه ایره العزت و غروری او، نصیحت قبول نمیکنه، غیرت نفسانیش میگه تو مرا نصیحت میکنی، بالاثم به گناه ایره میگیره برمیانگیزانه، غیرت نفسانیش بالاثم به گناه، کل نصیحتای تو را نمیپذیره. الله میگه فحسبه جهنم، پس کافیست برای تو آدم جهنم. انسان باید نصیحت بپذیره. برادر مسلمانت که یک سخن برات میگه سخنش بشنو، توهین نکو، تحقیر او را نکو، از او اظهار خوشی بکو. بیقت خود یک دفعه در تحلیل فکری پرتو که سخن از او چقدر وزن داره، یقینا چقدر ثمر بخش است. اما بعضی مردمایی که منافق صفت است خود آنقدر عالی میدانه که تو را در گپ زدن هم نمیمونه. بشی تو دیگه گپ نزن، تو فتنه میکنی، تو اینی طور میکنی. این مردم ها را بشناسی. این مردم ها بیطور است. تو را حتی این قدر تحقیر میکنه که حقی گپ زدن هم برات نمیده، نصیحتی دور خدا گوش نمیکنه. اینطور مردم ها خیلی در وطن ما در اواخر خیلی زیاد پیدا شد. صلاح در دستش آمد که برش میگه که اینی کار فساد است، اینی طور نکن، یک دم چی میکنه؟ غیرت نفسانی میگیره که تو مرا من نصیحت میکنی، تو آمده ای. حالی که تو قرآن برش میگی همینطور میگه. ما در مجلسان نشستیم قطعش همینطور مردم ها را که میگیم دین الله نمیسته، اینی قسم عمل بکنیم. حالی تو این قدر جانیت است، تو آمدی دینه برای من نشان میدی، بالکل دیگه تو را نمیام که گپ بزنی. تو در منبر برای که من تو را چی دار میکنم؟ ما خبر دارم اینطور علما را که قماندان جبهه و منطقه برش گفته دیگه در منبر گپ زده نمیتونی. از پیشش خط گرفته در پیش روی مردم عالم بند کردن. کافر پیغمبر، کفار پیغمبر اسلام منع نمیکرد که خط از پیش میگرفت که الا بند شد، تبلیغات میکرد، شبهات منداخت، خوی طور نمیکرد. خودمی جبهه اسلامی تان دمی کسایی که خودم مجاهد میگیره، اینمی مجاهدینی طور مردم ها را از تقریر و تبلیغ دین هم منع کرده که قرآن تو ترجمه نمیتونی، خط از پیش گرفته. خوی طور مردم ها چطور؟ کدام مردم است؟ قرآن اینمی مردم ها را معرفی میکنه که در ظاهر که بشینه میگه که علمبردار دین امیسته، اما اصل مفسد زمین اینمی آدم است. تلاشش اینمیسته که مردم در جنگ پرته حکومت خدا بکنه. کشتا تبا نشد، در جنگای تنظیمیتان کشتا تبا نشد، نسلا تبا نشد. چرا تبا میشد؟ علی خود داد از دین میزد؟ نه، داد از دین نمیزد، حکومت خدا میکرد، پاچایی خدا میکرد. علی هم همینطور مردم ها وجود داره. خب الله تبارک و تعالی میگه وقتی که تو برش ملا برش میرفت نصیحت میکرد. در دوران آخر ما آمدیم یک چند نفر ریش سفیدا را قط خود گرفتم، دروازه ها را جمع میکردم.
پاتک جور کرده بودن مردم جریمه میکردن. در یک جا آمدم میگه سیسته گپی تا خب قبول دارم، خب بدی قرضی مرا. ما یعنی قدر مصرف کردیم در جبهه. چرا مصرف کردیم؟ کافر خالی وجود نداره، حالی حکومت اسلامی است، حالی خو مجاهدین است، حالی خو گپی دیگه نیست. چرا جنگ؟ نه ما مصرف کرده، برای ما مصرفی مرا بدی. موشیارش چطور بود؟ بالکل الله تو را خیر بده مولوی صاحب، خو شرط این نمیسته که دیگران ما شورا داریم اگر قبول بکنه. این زرنگای کلانایش خود بگره در دمی روی نمیده. باز چی میکرد؟ یک تا دیگر آموخته کرده بود، نعوذ بالله. آموخته بیچاره همیشه همونطور نعوذ بالله چیسته لاسپیکر دیگران جور شده بود. بازو دیگه در یک موقع رفتم که گفتم که آمد برای من، تو را کی کشیده؟ تو از کجا پیدا شده؟ اسلام تو میفهمی؟ من نمیفهمم. از تو کدام از زیاد عمر دارم، من اسلام میفهمم. من فهمیدم که آموخته خواهم کلانش کرده. باز پسان در یک روز دیدم، من گفتم آفرینید آفرینید با این دو چهرگیت که ماشاءالله برای ما چی میگفتی و مردم چه قسم تربیت داده بودی و چی برای ما کدام کلمات برای ما استعمال. نه ما گفتم ما یقین میکنم، ما میشناسم شما را که شما کدام طایفه هستی. قرآن معرفی تان میکنه، قرآن همینطور معرفی تان میکنه که در ظاهر دوستار دین است، خود در حقیقت دین از بین میبره. ولا بیس المیاد، خیلی بد جای است، یعنی خیلی بد جای بود باشه سمی جهنم. الله آدم نگاه بکنه. و من الناس من یشری، بله قرآن کریم برای ما معرفی میکنه در این صحنه دنیا دو قسم مردم هست. یک مردمایی هستند که فقط در زبان خیلی چالاک و تیز، مردم سری سخنایش خیلی فریب میخوره، اما مقصدش فقط فساد از حکومت است، نفع گرفتن از اختلاف مردم است، از نفاق مردم است. اینطور مردم هم هستند. قلبش قطع زبان هماهنگ نیست، اعضایش تکذیب زبانش هم میکنه. همینطور مردم هم هستند. این مردم های شریر است. یا نمونه بشر، این همینطور بشر هم وجود داره. اما شخصیت های الله پیدا میکنه در بشر. او کسایی هستند که یقینا مصداق مؤمنای واقعی است، اخلاصشان، دلشان موافق زبان، زبان موافق عمل، بلکه مکمل تسلیم به دین الله است. فرمان الله که میرسه جان خدا قربان میکنه، مال خدا قربان میکنه، اولادی خدا قربان میکنه. بس در این صحنه دنیا دو قسم مردم هم میبینیم. اول مردم بود که شریر، دوم مردم. و من الناس، بعضی از مردم من کسی است یشری که میفروشه نفسه، نفس خدا، ابتغاء مرضات الله، در طلب رضامندی الله. هر روز جستجو میکنه که الله در کدام کار راضی میشه. الله اکبر. اینطور مردم هم پیدا میشه. مال در کجا مصرف کنم؟ من مال پیدا کردم، الله سرم احسان کرده، ایره در کجا مصرف کنم؟ علم در دستم آمده، ایره در کجا مصرف کنم؟ قوت در دست آمده، ایره در کجا مصرف کنم؟ مرتبه و مقام رویداری در دستم آمده، ایره در کجا مصرف کنم؟ جان خدا در کجا مصرف کنم؟ در هر موقع آماده است، فقط با آواز انتظار است که آواز از کدام طرف میشه و ما در خدمت حاضر شوم. اینی را میگه مسلمان آذربایجانی واقعی. در این دنیا هر دو قسم طایفه است. در زمان صحابه کرام منافق هم بود، صحابه هم بودن. امروز هم همینطور مردم هم هست. اینطور مردم هم یک مردمی هست که جانش، مالش، اولادش، وقتش، علمش، قوتش، آبرویش مکمل فدای چی هست؟ خدمت دین. و این بر کس میسر نمیشه. با کسی که میسر شده بود شکر الله را زیاد بکشه که مالت در جای درست میسر میشد، اولادت یک دم تسلیم به دین باشه، خودت تسلیم به دین باشی، خوش میشی. خوش میشی که اوقات اولاد و خودت، خانوادت مکمل در خدمت دین تیر میشه. بچه دکتر است خدمت دین میکنه، انجینر است خدمت دین میکنه، ملا است خدمت دین میکنه، کسب کار است خدمت دین میکنه، معلم است خدمت دین میکنه، خموتر است در خدمت دین است، هر چیزش در خدمت دین. اینطوری مردم ها بسیار کم پیدا میشه و بعضی را الله همینطور توفیق میده یقینا که هر لحظه و ساعتش در خدمت دین است. همینطور مردم پیدا میشه. صهیب ابن سنان رومی شخصیتی است که خیلی مالدار هم است. زمانی که پیغمبر علیه السلام هجرت کرد طرف مدینه منوره، یا میمان آورده بود هجرت میکرد، کفار دمی رایش گرفت، نمیگذاشت که مهاجر شود. آخرش تعهد یا قراردادشان به این شد که مالی که داری مکمل بر ازیا تسلیم کنیم.
صهیب رضی الله عنه کل مال خود تسلیم کفار کرد. خود تنها اجازه چی را گرفت؟ هجرت. اجازه هجرت چرا میگیره؟ یک کسی که پدری خدا میمانه، مادری خدا میمانه، اولاد خدا میمانه، یک کسی که برادر و خواهر خدا میمانه، خانه جور کردگی و تکلیف کشیدگی خدا میمانه، یک کسی که ملک جایداد زمین ایرا میمانه، یک کسی که آبرو و عزتی که در اینجا داره میمانه، مال خدا مکمل تسلیم میکنه، راه هجرت را پیش میگیره، تکلیف رنج مشقت اونجا برس زندگی گواران برات مناسب میاثر نه و بالکل تیره یا تفنگ دشانه بگی پس علیه امی کفار بجنگ. این گپ یادی نیست. این گپ برای خود همینطور تسلیمی به نظام الله داره. خب بله در اون زمان هم بود، الحمدلله در این زمان هم پیدا میشه، همینطور مردم پیدا میشه. الله میفرمه و من الناس بعضی از مردم من کسی است یشری نفسه که میفروشه نفس خدا ابتغاء مرضات الله، برای طلب رضامندی الله. یکی از آیاتای استشهاد که برادری ما میگفت، میگه آیت قرآن پیدا که این همیسته نفس خدا میفروشه. در چی میفروشه؟ ترازو دست دکان است کسی میخره؟ نفس خدا میفروشه، فدا میکنه در مقابل دشمن، در سنگر تیر جور میکنه، خودت دال جور میکنه، سپر جور میکنه برای حفاظت دین الله، برای اقامت نظام الله، برای از اینکه مسلمان زندگی با عزت تیر بکنه. نفس خدا میفروشه. چقدر خوب که خریدار الله باشه. نفسی که الله برات داده پس از تو میخره. از این خاطر میگه والله رؤوف، الله خیلی مهربان ذات است. نفسی که خودش داده امور است تو پس میخره. الله اکبر. چیزی را خود الله برات داده بازم میخره. به کدام قیمت؟ قیمت هم میفهمی؟ اینطور قیمتی که قطعا دنیا را در مقابل از او بدی بازم پوره نمیتونه. در مقابل نعمت جنت کل دنیا را مردم بده، امکانات ازی است که بگیرشه. کافر میگه که من پس زنده شم دنیا را و به مثل دنیا دیگر را هم بدم خو از عذاب نجات پیدا کنم، جنت هم نگیرم، تنها از عذاب نجات میشه؟ قطعا نمیشه. قرآن امیره میگه الله زیاد مهربان است که خودش وجود داده لیکن باز وجود خود است تو میخره. بالعباد، بسیار مهربان بالای بندگان خود است. ای بندگان خود نعمت داده، باز همون نعمت خودش به قیمت خیلی ای که هیچ تصور نمیشه میخره. چقدر ناز میده بنده خدا الله. وجود ما در اختیار کیست؟ عمر ما در اختیار کیست؟ مرگ آمده نیست یا نه؟ خب کدام مرگ مهم است؟ مرگی که الله او را خریداری کنه، الله او را بخره، او مرگ. عمر انسان بسیار قیمتی چیز است. من که میگم که عمر قیمت است، هیچ قیمتش پر نمیشه. چرا؟ الله میگیره. هر کسی که نمی قسم عمر، مال، مرتبه، مقام و جاه خود در راه الله مصرف میکنه، الله خریداریش است، الله میگیره. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. بله الله مردمی را پیدا میکنه که همین رقم مردم میباشه. از او خاطر حالی دعوت میده که منافقین با زبان بازی نمیشه، ایمانی واقعی بیاره. با زبان بازی نمیشه. این قمچینی پخته است که در فرق سر امام میخوره. ما در تذکره دین خود اسلام نوشته کردیم. خدا چی معرفی میکنیم؟ مسلمان. آیا مکمل تسلیم هستیم؟ آیا اسلام شناختیم؟ اوجا میگیم لاف میزنیم من پیغمبر را دوست دارم، از میلاد دفاع میکنیم و مردم طایفه پیدا شده که پیغمبر را دوست نداره. چرا؟ میلاد برش نمیکنه. خیلی خوب برادر محترم که پیغمبر را دوست داری، تو بیا یک دفعه امتحان بدی در زندگیت چقدر سنتای رسول الله را یاد داری، چقدر سنتای رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی کرده. نمازت موافق طریقی پیغمبر است؟ دیگر خوب بگذار که تو لاف از محبت پیغمبر میزنی. بیای امی گپای سنبولیک و ظاهر فریبی را از بین ببریم، در عمل نمایان کنیم که یقینا محبت با پیغمبر داریم، یقینا محبت با دین داریم. برای ما دیده شود. عجیب است. نمازی ما چه قسم است، روزه ما چه قسم است، زندگی ما چه قسم است. ما تا حالی از زندگی پیغمبر آگاهی ندارم، از سنت پیغمبر آگاهی ندارم. چه قسم محبت با پیغمبر داشته باشم؟ قرآن امیره برای ما میگه یا ایها الذین آمنوا، کسایی که ایمان آورده دعوای ایمان نداره، تقاضای ایمان است. ادخلوا فی السلم کافه، داخل شوی. سلمم آمده، سلمم آمده. سلم صلح را میگه ای مومنا داخل شوی کلیتان در برنامه
ای صلح در برنامه امنیت، در برنامه که یک دم هماهنگی و موافقت است، کافتا تمامی گروه ها، یک گروه بیرون باقی نمونه. الله میگه دین اسلام دین صلح است، دین امنیت است، دین هماهنگی و موافقت است. زبان و دل یک رقم است، دو رقمی نیست. کلگیتون در نظام داخل شوید، اختلاف نکنه، چرا که اسلام دینی امنیت است. قلای مستحکم برای پناه شماست. اگر در این نظام داخل شدید بعد از او دیگه غم نکنید. بعد از او براتان میگه ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شما تابعداری نکنید از نقش و قدم شیطان. گروه بازی را شروع نکنه. در زبان یک چیز میگه، در دل دیگه چیز میگه. در زبان میگه هدف ما چیست؟ اسلام. اما در عمل یکی دیگه خود قتل میکنه. در دوران جهاد میگه پا بود یا نه؟ عالی هم هست. 1000 تنظیم رسمیت پیدا کرده، کلشان که پرسان کنی هدفشان چیست؟ دروغ چرا میگه اسلام؟ بیایی که در عمل پیدا کنیم که اسلام است. چرا خیر دل جور کرده که اسلام است؟ اسلام خو یک دین است. اسلام خو یک دین است، تعدد نداره. قرآن بر ما میگه ولا تتبعوا خطوات الشیطان، قدمای شیطان نروی، تابعداری نکنید. چرا؟ انه لکم عدو مبین، یقینا شیطان برای شما دشمن خیلی آشکاراست. شما را پارچه میکنه، از خلای مستحکم بیرون میکنه، ټوټه میشی. باز بعد از کافر سرطان حمله میکنه، یکه شما را میزنه. نه، کل مسلمان ها در یک فرمان صلح شامل شوه. این قلعه مستحکم برای تان است. دین یکی است، قرآن یکی است، کتاب الله یکی است، قانون الله یکی است. بندگی یک الله را میکنیم. از کجا پیدا میشه که تو حنفی است و شافعی است و حنبلی است و فلان است و نقشبندی است و قادری است و سهروردی است و فلان است و چشتی است؟ کی پیدا کرده ایرا؟ پیغمبر پیدا کرده، صحابی پیدا کرده. بر ما پیش کنه نه؟ کدام سند دارید ای مورد؟ یکیش میگه 4 طریقه پیدا شد. یکیش ابوبکری است، دیگه عمری است، دیگه عثمانی، دیگه علی. چرا نامش نمونده بود؟ بمون نام چرا معرفی نکرد؟ درسی که درس دین